سلام دوستان، امروز میخوام یک کوکوی بادمجون و کدو سبز خوشمزه و ساده درست کنیم که خیلی هم به نظر من رژیمیه. برای درست کردن این کوکو 2 تا بادمجون، 2 تا کدو، پیاز، یه دونه احتیاج داریم که اینا رو همه رو باید با رنده درشت رنده کنیم. برای سس کنارش هم ماست موسی و شیوید و گردو احتیاج داریم. کدو و بادمجون رنده شده رو کمی با دست فشار بدین تا آب اضافهش گرفته بشه. پیاز هم همینطور، ولی خیلی لازم نیست آبشو بگیریم. بعدش هم 2 تا تخم مرغ اضافه میکنیم و بعد ادویه ها رو بعد هم میزنیم. برای ادویه من پودر سیر، فلفل سیاه، نمک، پاپریکا، پودر پیاز، دارچین و زردچوبه میریزم. شما میتونید از هر ادویه‌ای که دوست دارین استفاده کنید. دو سه قاشق غذاخوری روغن توی مایتابه میریزیم و میذاریم گرم بشه. بعد مواد رو بهش اضافه میکنیم. اولش باید در مایتابه باز باشه تا مواد آبش تبخیر بشه و بعد درش رو میذاریم. یه وره کوکو که آماده شد باید کوکو رو برگردونید. بهتره که وقتی که برش میگردونید یه مقدار دیگه روغن اضافه کنید و در رو باز بذارین تا دو طرف کوکوتون کامل برشته و خوشمزه بشه. به همین راحتی کوکوی شما آماده است. برای سس کنارش میتونید از مایونز استفاده کنید یا مثل من از ماست موسی، پودر شیوید خشک و گردوی خرد شده و یه سس رژیمی داشته باشید. یه سالاد خوشمزه هم درست کنید و از این غذای رژیمی خوشمزه و متفاوت لذت ببرید. درست کنید و نوش جان. ممنون میشم اگر ویدیوی منو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشین. درست کنید و نوش جان.